وفات عجیب و غیر قابل باور نغمه در کشور امریکا. این خبر تا چه حقیقت داشته است؟ خبرهای نشر شده در صفحات مجازی، اما به خاطر چی؟ نغمه مصروف چی کارباری است؟ وی در کجا زندگی می کند؟ دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی چی بوده است؟ نغمه توسط چی افراد در امریکا حمایت می شود؟ گفتنی های تازه درباره زندگی جنجالی نغمه. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند محبوب افغان، چهره شناخته شده، محبوب و پرطرفدار در میان رسانه‌های افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران نغمه از مرز میلیون‌ها نفر عبور کرده است. این هنرمند مشهور و پرآوازه افغان عاشقانه آهنگ می‌سرود و از سن 18 سالگی به کارهای هنر موسیقیش آغاز کرده است. علاقه‌مندان و دوستداران نغمه در سرتاسر جهان، بالخصوص در میان مردم افغانستان و پاکستان بیشمار بوده است. این همه در حالی است که نغمه هنرمند پرآوازه افغان با منگل ازدواج کرد، اما دیر نگذشت نغمه از منگل جدا شد و بار دیگر در کشور امریکا ازدواج کرد. ازدواج دوم نغمه موج انتقادات را به همراه داشت، ولی نغمه با همسر دومش زندگی خوش و آرامی داشته است. این همه در حالی است که تازه تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که این هنرمند مشهور افغان در کشور امریکا وفات کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حقیقت داشته است، ولی دوری نغمه از هنر موسیقی موج انتقادات را به همراه داشته است. ولی ما زندگی خوش و آرامی برای نغمه با جمعی است هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله یزال تمنا داریم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما خوبان را به الله منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.